سلام به همه دوستان خوبم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال بورس نیوز. مسعود میرانی هستم و امروز دوستان میخواستم من یک جلسه در واقع پرسش و پاسخ بذارم و احساس کردم که خب پرسش و پاسخ چون اون جلسه قبلی خیلی در واقع مورد استقبال هم قرار گرفت، تصمیم گرفتم که این هفته هم در واقع یک جلسه پرسش و پاسخ بذارم، اما خب بنا به دلایلی منصرف شدم که یکی از مهمترینش در واقع کم بودن حالا تعداد سوالاتی که خیلی مهم باشه و بخوایم براش یه ویدیو بسازیم بودش. اما خب در این بین سوالات خوبی هم پرسیده شد. امروز من قصد دارم راجع به الگوی تیک سعودی و اینکه فیلترش به چه شکل نوشته میشه، اینکه چجوری ما با تیک سعودی بخوایم یه سهم خوب رو شناسایی کنیم، بخریمش و تلفیقش بکنیم با موارد دیگه صحبت بکنم. اما قبل از اینکه خب سراغ اون مسائل بریم، خواستم یه چند تا نکته رو در مورد همین سوالات شما عزیزان و سایر دوستان بگم و بعد بریم سراغ مبحث اصلی امروزمون. جلسه پیش ما راجع به روانشناسی بازار و تحلیل و بررسی اخبار صحبت کردیم. سوالات خیلی خوبی هم پرسیده شد و بعضی ها میگفتند که برخی خبرها رو واقعا نمیشه تجزیه و تحلیل کرد یا تناقض هست بین مثلا برخی از این اخباری که حالا منتشر میشه. ببینید دوستان، هر کدوم از این خبرها جداگونه برای خودشون اهمیت دارند. بر فرض مثال یکی از دوستان راجبش صحبت هم کرده بود که من گفته بودم که مثلا در فلان هفته ما ورود پول به گروه خودرویی رو داریم، ولی از اون طرف مثلا صحبت از توقف طرح مثلا تولید فلان خودرو در مثلا گروه صنعتی ایران خودرو بوده. خب اینو چجوری میشه مثلا تجزیه و تحلیل کرد؟ خب ببینید، ورود پول، من گفتم ورود پول به این صنعته، خب ولی این که طرح مثلا تولید فلان خودرو در فلان کارخونه متوقف شده، این مربوط فقط به یه شرکت میشه و نمیتونه تأثیر خیلی زیادی روی اون در واقع نماد بذاره. یعنی خبرها رو از نظر سطحشون باید بررسی کرد. یا مثلا خبر کاهش قیمت جهانی فلزات میاد، از اون طرف مثلا خبر تولید مثلا افزایش تولید مثلا فلان کارخونه میره، فولاد مثلا افزایش تولید داره، در صورتی قیمت ها مثلا پایین اومده. خب ببین اینا هر کدومشون تو یک سطح عمل میکنن. ببین قیمت جهانی وقتی میگن کم شده، تأثیرش لحظه ایه، یعنی تأثیرش کوتاه مدته. خب ولی وقتی میگن که مثلا کارخونه مثلا شرکت فولاد داره فلان مثلا محصول رو تولید میکنه یا تولیدش رو آغاز کرده، این میشه تو بازه‌های بلند مدت. خب اون تولیدش رو آغاز کرده، این تولید باید انجام بشه، وارد بازار بشه، به فروش برسه، سودش دریافت بشه، قیمت بر اساس اون رشد بکنه. درست شد؟ پس شما اگر دیدید قیمت مثلا ریزش کرده، قیمت جهانی، ولی یه همچین خبری میاد، خب اینها با هم از نظر زمانی متفاوتن. حالا اینکه یه سری خبرها میاد که دولتی ها اونو تکذیب میکنن یا تاییدش میکنن و بعدن یه چیز دیگه میشه، اون دیگه واقعا خبری نیست که بشه اون رو تحلیلش کرد یا تحلیل درستی ازش داشت. میشه مثلا فقط تنها کاری که کرد اینه که به کل صحبت ها بی‌اعتماد بود. یعنی شما هر صحبتی اگر مثلا از شخصی شنیدید که مثلا یه صحبتی کرد ولی همیشه اون صحبت نقض شده و تکذیب شده، ولی بعد از تکذیب دوباره انجام شده، خب دیگه این صحبت واقعا اینجور خبرها رو دیگه نمیشه بهش استناد کرد. ولی خبرهایی مثل مواردی که ذکر شد، مثل خط تولید جدید یا توقف طرح یا مثلا قرارداد جدید یا افزایش کاهش قیمت ها، اینا خبرهایی هستند که بایستی بررسیشون کنید و بیاید سطح بندی کنید و از نظر زمانی اینها رو در نظر بگیرید. حالا بعضی هاشون تو یه لولن ولی زمانیشون فرق میکنه.
بعضیا تاثیرشون کوتاه مدته، یعنی تاثیر سریعتری روی نماد دارن، بعضیاشون نه، تاثیرشون بلند مدت‌تره و تو زمانهای جلوتر میتونن تاثیر خودشون رو بذارن. اینا رو خودتون بایستی سعی کنید که تجزیه و تحلیل بکنید. تو جلسه قبلم گفتم که یک فایل درست بکنید، قیمت ها رو بنویسید، مثلا قیمت نفت بالا رفت اعلام کنید که در فلان تاریخ قیمت نفت از $N به $N رسید. نمادهایی که با قیمت نفت بالا پایین میشن رو بنویسید و قیمت‌های اون روز رو بنویسید که خبر منتشر شده. بعد از 2 هفته 3 هفته بیایید بررسی کنید، ببینید که چقدر اون روند تغییر قیمت نفت تو بازار جهانی روی اون نمادها تأثیر گذاشته و اینجوری رفته رفته میتونید که اخبار رو تجزیه و تحلیل بکنید. صحبت رو کوتاه بکنم، خواستم راجع به این موضوع فقط صحبت بکنم. بریم سراغ آموزش رو از دست ندید، یادتون نره حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید تا هر زمان ویدیوی جدید گذاشتم یوتیوب شما رو با خبر بکنه. لایک، کامنت و اشتراک گذاری یادتون نره. ممنون میشم که تمام ویدیو رو هم تماشا بکنید. در پایان سوالی داشتید حتما تو کامنت ها برام بنویسید. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، خوش اومدید به این آموزش. امروز میخوام راجع به مبحث تیک سعودی صحبت کنم. دوستان، موضوع تیک سعودی یکی از موضوعات بسیار مهم در تابلوخوانی هستش و معمولا هم راجبش خیلی زیاد صحبت میشه و یکی از الگوهایی هست که خیلی از افرادی که سیگنال میدن یا سیگنال میگیرن از این الگو عموما خیلی استفاده میکنن و معمولا اسم الگوی تیک سعودی رو زیاد شنیدید و حتما هم در موردش مطلب خوندید. امروز میخوام راجع به الگوی تیک سعودی یه مقداری بیشتر صحبت بکنم و بیشتر بحث رو براتون باز بکنم. یعنی میخوام الگوی تیک سعودی رو بگم چه زمانی مناسب برای خریده، چه زمانی مناسب برای خرید نیست و اینکه چه شرایطی باید داشته باشه. ضمن اینکه الگوی تیک سعودی رو امروز میخوایم بیاریم و تلفیق کنیم. تلفیق با چی؟ ببینید، الگوی تیک سعودی یکی از مباحث تابلوخوانیه. خب حالا ما این مبحث تابلوخوانیمون رو میخوایم بیایم با تحلیل تکنیکال، با پرایس اکشن، با اندیکاتورها بیایم و تلفیقش بکنیم و یک سهمی که الگوی تیک سعودی داشته و برای ما یک در واقع سیگنال خرید صادر کرده بیایم و تکنیکالش رو هم بررسی کنیم، ببینیم آیا این سهم واقعا شرایط خرید رو داره، مناسب خرید هست یا نه. در واقع میخوام توی این ویدیو هم راجع به الگوی تیک سعودی صحبت کنم و همین که فیلترهایی که در واقع باید اون سهم ازش عبور بکنه تا تاییدیه برای خرید رو به ما بده صحبت بکنیم. ضمن اینکه توی همین ویدیو راجع به فیلتر الگوی تیک سعودی هم صحبت میکنم و بهتون میگم که چگونه میتونید برای این الگوی بسیار مهم فیلتر بنویسید و سهم‌ها رو راحت‌تر پیدا بکنید. خب اول بریم سراغ این که الگوی تیک سعودی به چه شکلیه. ببینید، شما معمولا الگوی تیک سعودی رو به این شکل میبینید. ببینید، من اگر اینجا یه تیک بکشم، خب اینجا میشه چی؟ ببین، اینجا میشه اولین قیمت ما، یعنی اولین قیمتی که سهم در اون معامله شده توی اون روز معاملاتی. خب اجازه بدید، اینجا میشه کمترین قیمت ما. خب و اینجا هم آخرین قیمتی که سهم داشته.
پس اولین قیمت یعنی قیمت باز شدن ما توی اون روز معاملاتی. مثلا فرض کنید سهم ما روی 1000 تومن اینجا اولین معاملهش صورت گرفت. در نهایت بعد از ساعت 12:30 که بازار بسته شده، سهم ما آخرین معامله‌ای که داشته رو قیمت 1100 تومن بوده. پس 100 تومن از قیمت اولیش بالاتره. و ضمن این که توی اون روز به هر حال این سهم یه نوسانی هم داشته و کمترین قیمتش هم مثلا به 990 تومن رسیده. پس اولین قیمت از کمترین قیمت بیشتره و آخرین قیمت از این دوتا بالاتره و یک شکلی به شکل یک تیک رو به ما میده. درست شد؟ که به این میگن الگوی تیک سعودی. همیشه هم این نیست که این الگوی تیک در واقع به این شکل باشه، یعنی همیشه اینجوری خیلی خوشتراش یه همچین شکلی رو شما بخوای ببینی. گاهی وقتا این اختلاف اعداد کمتره، گاهی وقتا بیشتره، ولی خب به هر حال شما یک تیک سعودی میبینی و این در واقع تناسب برقراره، یعنی همیشه اولین قیمت بالاتر از کمترین قیمته و آخرین قیمت هم در ابتدا از اولین قیمت و بعد از کمترین قیمت هم بالاتره. اگر اولین قیمت ما مثلا از آخرین قیمت بالاتر بود، یعنی اینجا بود، این دیگه نمیشد الگوی تیک سعودی، چون اولین قیمت ما اومده از آخرین قیمتمون بالاتره و در واقع کندل ما میشد یه کندل قرمز. حالا اگر به صورت کندلی بخوایم ببینیم، ببین همچین شکلی پیدا میکنه. کندل ما همچین شکلی پیدا میکنه. میبینید؟ حالا ممکنه یه سایه بالا هم داشته باشه، من با اون کاری ندارم. حالا اینجا من یه سایه همین بالا میکشم که تکمیل بشه. خب اجازه بدید که رنگش هم درست کنم، چون رنگش باید به رنگ در واقع سبز باشه. الگوی تیک سعودی قرمز که نداریم. خب ببینید الان اینجا رو، اولین قیمت ما کجاست؟ اینجاست. خب سهم ما اینجا بازگشایی شده ساعت ابتدایی بازار. خب در ادامه روند بازار کمترین قیمتی که ثبت کرده مثلا اینجا بوده. خب و آخرین قیمت این میشه بیشترین قیمت. خب حواستون باشه دوستان، بیشترین قیمت رو ما کاری باهاش نداریم تو الگوی تیک سعودی. بیشترین قیمت تو الگوی تیک نزولی مورد استفاده قرار میگیره. پس ما اینجا با بیشترین قیمت کاری نداریم. اینجا شد اولین قیمت ما، یعنی قیمتی که باز شد. قیمت ما تو اون روز تا این قیمت پایین اومد و در نهایت تا اینجاها هم بالا رفت، ولی در نهایت در این محدوده قیمت ما بسته شد که میشه آخرین قیمتمون. و اگر این رو بخوایم باز به این شکل رسم کنیم، میبینید که به صورت یک تیک هستش، یعنی اولی، کمتری، آخری. درست شد؟ یه الگوی تیک سعودی. پس کندلایی که معمولا الگوی تیک سعودی میزنن به این شکل هستند. درست شد؟ این میشه الگوی تیک سعودی. حالا یه سریا هستن، خب میان مثلا میگن که اولین کندل تیک سعودی که دیدی رو میتونی بخری. خب چنین چیزی اصلا با عقل واقعا جور در نمیاد دوستان. اینکه شما روی یه نموداری یه دونه همچین کندلی ببینی بخری. خب همچین کندلی بارها ممکنه شما توی یه نمودار ببینی. پس ما یک تیک سعودی واقعی رو چه جوری باید بشناسیم؟ یعنی یه الگوی تیک سعودی واقعی چه شرایطی باید داشته باشه که ما اون رو به عنوان اون الگو بپذیریم؟ خوب دقت کنید. اینجاست که بحث الگوی ستیک سعودی میاد وسط. الگوی ستیک سعودی. ببینید دوستان، یعنی چی الگوی ستیک سعودی؟ یعنی فرض کنید ما یک روند مثلا نزولی داشتیم. خب اینجا یک کندل داشتیم، بعد اومده مثلا اینجا یک کندل اینجوری زده، بعد یک کندل اینجا داشتیم، بعد مثلا یک کندل هم اینجا. خب من سایه هاش رو بکشم، یه همچین چیزی مثلا. شما فرض کنید که
با چنین نموداری مواجه شدید. این خیلی مهمه دوستان، خوب توجه کنید. پس ما یک روند در ابتدا نزولی داشتیم. خب مثلا این کندل رو زده. خب. بعد از اون ما 3 تا کندل صعودی داریم که میخوایم بگیم که این 3 تا کندل یا تیک صعودی هستن و چجوری تشخیصشون بدیم. ببینید کندل اول ما که کاملا مشخصه، اولین قیمتش اینجا بوده، این کمترین قیمتش، این هم قیمت بسته شدنشه. خب پس یک الگوی تیک صعودی رو اینجا ما میبینیم. خب رو کندل دوم هم همینه. ببین اولین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن. پس ما اینجا باز هم یک تیک صعودی میبینیم. درست شد؟ اینجا هم باز همینه. باز ما اینجا اولین قیمت، کمترین قیمت و آخرین قیمت. باز هم یه تیک صعود. میبینید تیک صعود اولی چقدر خوشگله و شبیه یه تیک واقعا، ولی بالایی‌ها یه مقدار فرق میکنه. بس همین بود که اینجا گفتم همیشه به این در واقع زیبایی تیک نمیزنه، فرق میکنه، ولی خب وقتی که شرایط برقرار باشه میشه بهش گفت الگوی تیک صعودی. نکته‌ای که اینجا هست چیه؟ اینه که ببینید شما زمانی میتونی این رو الگوی 3 تیک صعودی در نظر بگیری که گپ قیمتی اتفاق افتاده باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دوستان توی این کنده قیمت اومده اینجا بسته شده، خب قیمت فردا اومده با یک گپ قیمتی، میبینید با یک فاصله که اینجا انداخته اومده اینجا تازه باز شده قیمت. بعد همون روز اینجا که بسته شده تو روز سوم اومده قیمت، نگاه کجا باز شده، قیمت اومده این بالا باز شده. میبینی دوباره یک گپ قیمتی اینجا انداخته. ببین با این سایه من کاری ندارم، این سایه ممکنه تا اینجا هم بیاد. خب من با این بدنه کار دارم و اختلافی که بین قیمت آخرین معامله کندلی روز قبل و قیمت اولین معامله روز بعدیش داره کار دارم که این میشه یک گپ. شما اگر یه همچین چیزی دیدی ولی مثلا اینجا این کندل قیمتش اینجا بسته شده بود، کندل بعدی به جای اینکه اینجا باز بشه میومد مثلا از اینجا باز میشد، این دیگه الگوی 3 تیک صعودی نبود و در واقع سهم داره اونجا انگار یک حرکت رنج رو میزنه و اصلا کاری با تیک صعودی نداره. پس الگوی تیک صعودی عرض کردم به تنهایی خودش نمیتونه به شما یه سیگنال مطمئن بده. حالا من اگر یه همچین الگویی رو دیدم، پس من الان اینجا الگوی 3 تیک رو دارم. خب این خودش یه سیگنال. اینجا سهم من میبینید این کندل سبز اومده کل این کندل قرمز رو در بر گرفته. پس من این الگوی پوشای صعودی دارم. این 2 تا سیگنال. سیگنال بعدی که باید در نظر بگیرم چیه؟ بیام حجم رو ببینم. خب مثلا اینجا نمودار میله حجمم اینجوریه، اینجا این شکلیه، اینجا مثلا این شکلیه، اینجا مثلا میاد یهو اینجوری میشه. خب الان نمودار حجم من به چه شکله؟ نمودار حجم من توی زمانی که من الگوی 3 تیک صعودی دارم، میبینید که الگوی حجم من هم به سمت بالا رفته، یعنی یک شیب به سمت بالا داره، ضمن اینکه توی سومیش یک حجم بسیار خوبی خورده. یعنی اگر میانگینش رو مثلا در نظر بگیریم که مثلا این محدوده ها باشه، خب میانگین حجمی، میبینید که خیلی بیشتر، یعنی 3 برابر میانگین حجمی ماهانش حجم خورده. پس این هم به ما دوباره یک سیگنال دیگر رو میده، یه فیلتر دیگه ایه که این سهمی که من پیدا کردم باید ازش بگذره تا من بگم الگوی تیک صعودی برای من فعاله و من این سهم رو باید بخرم. درست شد؟ بعد از اینکه حجم رو بررسی کردی، میای چی رو بررسی میکنی؟ میای تکنیکالش رو بررسی میکنی. تکنیکال منظورم پرایس اکشن و اندیکاتوراشه. خب الان تکنیکال که داشتیم بررسی میکردیم، همه اینایی که توضیح دادم شما رو تابلو هم میتونی ببینی که الان من در ادامه بهت میگم که چه جوری. بیای ببینی که چی، مثلا اینجا محدوده حمایتی بوده یا نه. این محدوده یعنی اینجا که الان تیک سوم رسیده آیا محدوده مقاومتی هست یا نه؟ چون اگر محدوده مقاومت باشه
دیگه رشدی در کار نیست و سهم من به سمت پایین برمیگرده. درست شد؟ یا مثلا بیام RSI رو استفاده کنم یا از ایچیموکو استفاده کنم، ببینم آیا مثلا نمودار من اینجا مثلا یه ابر کومو اگر باشه، آیا سهم من مثلا بالای ابر کوموه یا نه زیر ابر کوموه، داخل ابر کوموه؟ که اگر بالای ابر کومو باشه، یعنی اگه ابر کوموی من باشه، این اگه بالای ابر کومو باشه خودش باز یک سیگنال خرید دیگه به من میده. همه اینا رو میام کنار هم میذارم و در نهایت یک نکته دیگه هم هست که نسبت به فیلترهای دیگه خیلی اهمیت نداره، اما میشه اون رو هم بررسی کرد و اون سهامدارای عمده اون شرکت. یعنی اگر رفتید دیدید سهامدار عمده ای اومده مثلا از اینجاها از قبل تر، یعنی از روی این روند نزولی اومده شروع کرده این سهم رو به خرید کردن، توی این چند روزم که 3 تا الگوی تیک سعودی داشتی به خریدش ادامه داده و حتی افزایش هم پیدا کرده خریدهاش، این هم میتونه یک سیگنال دیگه‌ای برای شما باشه برای اطمینان از خرید این سهم و این نماد. حالا بریم روی در واقع نمودارمون. مثلا من بیمه خاورمیانه رو اینجا آوردم. خب ببین بیمه خاورمیانه به من چی میگه؟ بیاین عقب‌ترش رو نگاه کنیم. ببین تاریخ 22/4/1400 بیمه خاورمیانه نسبت به روز قبلش با گپ قیمتی باز شده. ببین روز قبل رو 594 تومن بسته شده، بعد اومده رو 599 تومن باز شده، رو 610 تومن بسته شده. حالا کمترین قیمت باید از این دوتا کمتر باشه که 586 تومنه. پس من اینجا الگوی تیک سعودی رو دارم. روز بعدیش ببینید اینجا رو 610 تومن بسته شده، روز بعدی اومده رو 614 تومن باز شده، یعنی 4 تومن یا 40 ریال بالاتر از نقطه بسته شدن کندل در روز قبل باز شده. پس اولین قیمت من با یک گپ قیمتی باز شده. پس رو 614 تومن باز شده تا 600 تومن پایین رفته و در نهایت رو 620 تومن سهم من بسته شده و آخرین معاملش بوده رو 620 تومن. پس من در دومین روز هم الگوی تیک سعودی رو داشتم. تو روز سوم اینجا رو 620 تومن بسته شد، روز سوم اومد رو 628 تومن اولین معامله من شکل گرفت. خب تا 636 تومن هم بالا رفت و کمترین قیمت من 610 تومنه. خب الان اینجا الگوی تیک سعودی من یعنی یه شکل عجیب غریبی داره، یعنی این 610 از این خیلی فاصله داره اولی، ولی این دوتا فاصله شون کمتره، یعنی یه تیک خوشگلی نداده. خب هرچی این شکل عجق وجق تر میشه اعتبار اون الگو رو هم یه خورده میاره پایین تر. این رو در ادامه هم بهت میگم. پس من 3 تا الگوی تیک سعودی اینجا داشتم. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید بیام برم مثلا نمودارش رو بررسی کنم. خب میام اینجا ببین بیمه خاورمیانه و نمودارش رو باز میکنم. خوب دقت کن. پس من رو تابلوی سهم مشکلی نداشتم. خب حالا میام کجا؟ میام روی تاریخ 22/4. 22/4 میشه اینجا، میشه 22/4. ببین 3 تا کندل اینجا زده شده که هر 3 تا با گپ قیمتی نسبت به روز قبل باز شدن، الگوی تیک سعودی داشتن. میبینید اولین قیمت، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن. قیمت اولی، کمتری، بسته شدن. اولی، کمترین، بسته شدن. درست شد؟ پس من الگوی تیک سعودی رو دارم، اما نکته میخوام بررسیش کنم، تلفیقش کنم تابلومو با نمودار تکنیکالی. خب اولین نکته‌ای که دارم، ببین بذار اینا رو ببندم من، یعنی خاموش کنم که بهتر ببینی. اولین نکته حجمه. ببین اینجا رو توی این 3 روز حجم زیادی سهم من نخورده. میبینی؟ مثلا اینجا رو نگاه کن، توی این روزا نگاه چه حجمایی خورده، اینجا حجم خورده، اینجا حجم خورده. ببین سهم من
تو 3 روز حجم تقریبا نرمالی داشته. یعنی اگه بخوام اینو میانگین در نظر بگیرم تقریبا نزدیک به میانگین 30 روزش بوده و چیزی بالاتر از میانگین 30 روزه رو من توی این سهم الان شاهدش نیستم. پس اینجا یکی از فیلترهای من منفی شد و امتیاز نیاورد. اوکی، حالا باز میام بیشتر بررسی میکنم، شاید سایر فیلترهایی که من میخوام سهم ازش عبور بدم و خرید بکنم بتونه به من سیگنال خرید رو بده. اوکی، میام میانگین متحرک استفاده میکنم. خب یه دونه میانگین EMA 5 روزه، یه دونه 21 روزه من باز میکنم. خب در اینجا که این 3 تا قرار دارن جهت این دوتا به سمت بالاست. خب ولی من کراس مثبت نمیبینم، یعنی جایی رو من نمیبینم که EMA 5 روزه من بیاد و EMA 21 رو به سمت بالا قطع بکنه. یعنی شما زمانی که تیک صعودی میبینی باید یک کراس مثبت هم تو EMAت ببینی. خب ولی من اینجا توی میانگین متحرکام کراس مثبت نمیبینم. پس یه فیلتر دیگه برای عبور سهمم برای خرید کردن هم نمره منفی میاره. حالا من مووینگ کارم خاموش میکنم، ایچیموکو رو باز میکنم. ایچیموکو دیگه کامل داره تایید میکنه که این سهم رو نباید بخری. چرا؟ چون ببین دوست من توی مبحث ایچیموکو گفتم زمانی که کندلای قیمتی داخل ابر کومو قرار داشت به هیچ عنوان هیچ گونه معامله‌ای رو باز نمی کنی، هیچ پوزیشنی برای خرید در بازار ایران نمیگیری، برای فروش نمیگیری، تو بازارهای جهانی هم همینطور. زمانی که قیمت داخل ابر کوموه به هیچ عنوان معامله نمی کنی. الان نمودار من که الگوی تیک صعودی زده داخل ابر کومو زده، درست شد؟ کما اینکه در روز سوم اومده از ابر کومو رد شده، اما مجددا میبینی با یه گپ وحشتناک اومده و صف فروش شده. اوکی، ضمن اینکه اینجا من یک محدوده مقاومت هم دارم رو ابر کومو، میبینی زل بالای ابر خودش محدوده مقاومتی که سهم من نتونسته بشکنه. میبینید اگر من بخوام نمودار رو کوچیک کنم شاید یک محدوده حمایت مقاومت تاریخی هم تو سهم بتونم ببینم که همینطور هم هست. ببین سهم من تا اینجا اومده بالا که اگر بیام عقب‌تر اینجا یه محدوده است، میبینی خط که نمیشه کشید، یه محدوده است. میبینی قبلا اینجا واکنش داده. بذارید من ببینم. ببین مگه بخوام یه همچین چیزی رسم بکنم میشه این. ببین سهم من قبلا چندین بار به این محدوده خورده و برگشته. میبینی حتی در اینجا هم بهش نزدیک شده، به سمت پایین اومده. الان هم نگاه کنید قبلتر باز بهش، قبلتر که نه، الان منم اینجا رو توضیح میدم، بهش خورده. پس نه، سهم من نزدیک به یک محدوده مقاومتیه و این هم یه فیلتر دیگه که به من میگه آقا این سهمو نخر. پس دوست خوب من که پیام میدی به من یا دوستان دیگه‌ای که من دیدم بعضن توی برخی سایت ها یا برخی لایو ها دیدم از کسای دیگه‌ای که دارن تدریس میکنن، پرسیدید که آقا من در فلان سهم الگوی تیک صعودی داشتم ولی سهم من رشد نکرد. چرا رشد نکرد؟ به این دلیل رشد نکرد چون شما نیومدی تلفیق کنی سهم تو به محض اینکه الگوی تیک صعودی رو دیدی. چون مثلا ببینید یکی از ایراداتی که متاسفانه هستش من توی برخی پست‌های اینستاگرامی دیدم، حالا نمیخوام اسم بیارم یا راجبش صحبت بکنم، شاید خود منم همچین پستی بذارم، ولی اینو میخوام بگم که باید توضیحات حداقل کامل باشه. توی یه پست اینستاگرامی میگه آقا تیک صعودی سهم می‌خواستی بخری دیدی تیک صعودی داره، مثلا همین اولین قیمت از کمترین قیمت بالاتر بود و آخری هم از این دوتا بیشتر بود، الگوی تیک صعودی زده بخر سهم رشد میکنه. طرف میره اون رو میبینه میاد سهمش رو میخره. دیگه نمیگه که آقا شما وقتی همچین چیزی دیدی باید بیای تلفیق کنی با تکنیکال. حتی بعضیا هستند که میان و کدالش هم میبینن، بعضیا هستند که میان مثلا اینجا توی اینجا بنیادی سهم رو بررسی میکنن ببینن میزان خرید و فروش سهم چجوری بوده، دارایی سهم به چه شکل بوده، تمام این موارد رو هم بررسی میکنن و بعد از اون اقدام به خرید میکنن.
پس حواستون باشه شما هر زمان الگوی تیک سعودی دیدی نباید واردش بشی و سهم رو بخری. این رو برای اون کسایی گفتم تو همین ابتدای کار که واقعا یکی از موضوعات بسیار مهمه متاسفانه که خیلی‌ها با همین الگوی تیک سعودی اغفال میشن و تو تله میافتن. حالا چرا پس سهمی که میخواسته صعود نکنه الگوی تیک سعودی زده؟ یکی از دلایلش اینه که دوست من اگه سهامدار عمده رو میگم جزو فیلترات بذار و بررسی بکن، الان من سهامداری عمده این نماد رو بخوام بررسی کنم به احتمال زیاد هیچ خریداری وجود نداره، شاید فروشنده هم حتی توش پیدا بشه. به این دلیله که بازیگرای سهم، کسایی که پولای درشت دارن یا معامله‌گرای حرفه‌ای هستن یا حتی بعضن حقوقی ها، دارن شما رو تشویق میکنن به الگوی تیک سعودی که کسایی که نمیشناسن که چی کار باید بکنن میان برای خرید اوردر میذارن و اینها هم خیلی راحت سهمشون رو میفروشن و خالی میکنن و بلافاصله اینجا صفحه فروش رو تشکیل میدن. درست شد؟ پس همیشه سعی کنید مواردی که گفتم رو رعایت کنید. الگوی ستیک سعودی رو دیدی، اولا که با یه دونه‌اش خرید نکن مگر اینکه نوسانگیر باشی. الگوی تیک سعودی برای میان مدتی ها و کوتاه مدتی ها و حتی بعضا بلند مدتی ها خوبه، ولی برای نوسانگیرا همون الگوی یتیک سعودی رو میبینن میتونن خرید بکنن، به شرطی که میگم حجم خوب خورده باشه، سرانه خرید بالا باشه، قدرت خریدار بالا باشه، تکنیکالی شرایط خوبی داشته باشه، با هم یه دونه بخره و با چند درصد سود خارج بشه. اما الگوی ستیک سعودی الگوی معتبرتریه، الگوی بهتریه و کمتر هم راجبش متاسفانه صحبت میشه، اما جزو مواردی هستش که از شما پول میگیرن، تو کلاس‌ها بهتون یاد میدن یا تو پکیج‌های آموزشی قرارش میدن و خیلی کم من دیدم که آموزش ستیک سعودی که یکی از مهمترین الگوهای تابلوخوانیه به طور رایگان توضیح داده بشه که من اینجا دارم خدمتتون توضیح میدم. خب حالا میخوام راجع به این صحبت کنم که شما یه همچین چیزی رو چجوری میتونی براش فیلتر بنویسی. ببین دوست من، اولین چیزی که میخوام راجع به فیلتر نویسی بگم اینه که شما هر چیزی رو که میخوای فیلترش رو بنویسی بیا اول به صورت فارسی برای خودت بنویس. خب ببین من الان میخوام الگوی ستیک بنویسم. چی میگم؟ میگم من مال نمادهاییم که در روز صفر قیمت اولین معامله بیشتر از کمترین معامله باشه و قیمت آخرین معامله بیشتر از اولی باشه. درست شد؟ قیمت اولین معامله بیشتر از کمترین قیمت و آخرین قیمت بزرگتر از اولین قیمت باشه در روز یک. در روز دو هم به همین شکل، در روز صفر، در روز یک و در روز دو به این شکل میخوام باشه. درست شد؟ اینو به صورت فارسی نوشتم. حالا یه دونه دیگه هم میخوام بنویسم که این گپ ها رو بخواد توضیح بده. چی می‌نویسم؟ میگم آقا من فیلتری میخوام که مثلا آخرین قیمت روز یکم بیشتر از آخرین قیمت روز اول باشه و روز دوم هم قیمت اولین قیمتش بیشتر از آخرین قیمت روز قبلش باشه. یعنی یه گپ قیمتی رو برام پیدا کن، یعنی سهمای من گپ قیمتی داشته باشن. اینو میام چیکار میکنم؟ میام توی سایت TSC گفتم تو دیدبان بازار، میام تو فیلترها و فیلترش رو مینویسم. ببین الان اینجا نوشتم آخرین معامله، قیمت آخرین معامله بیشتر از پرایس فرست قیمت اولین معامله باشه و اولین معامله من بیشتر از کمترین معامله من، کمترین قیمت من باشه. یعنی اولین قیمت من بیشتر از کمترین قیمتم باشه. درست شد؟ در روز صفر. حالا این کجا میشه پیدا کرد؟ ببین تو راهنمای فیلترها که بیای، ببین اینجا هست. ببین نوشته قیمت آخرین معامله در n روز قبل. می‌بینی این n رو اینجا نوشته. شما اینو کپی می‌کنی، مثلا اینجا کمترین قیمت در n روز قبل. شما اینو کپی می‌کنی میای اینجا پیستش می‌کنی، فقط اون n رو تغییر میدی. ببین من این رو گذاشتم اینجا 0 1 2. می‌بینی قیمت آخرین معامله روز صفر بیشتر از قیمت اولین معامله و اولی بیشتر از کمتری.
تو روز 0، تو روز 1 هم همین، تو روز 2 هم همین. این هم که آخریشه گفتم اولین قیمت روز 0 بیشتر از آخرین قیمت مثلا روز 1 باشه، آخری روز 1 بیشتر از آخری روز 2 باشه. درست شد؟ اینا رو مثلا نوشتم. حالا باید روی این آخری هم یک در واقع اند نذاری دیگه. ببین الان من اگر اینجا روی آخرین دستور اند بذارم، اعتبار سنجی که بکنم خطا میذاره. درست شد؟ یعنی میگه آقا یه اند گذاشتی، یعنی باید یه شرط دیگه هم اینجا داشته باشی. پس من رو خط آخر دیگه اند رو نمیذارم که میگم یعنی پایان دستور فیلتری منه، خطا مشاهده نشد، ثبت رو میزنم. درست شد؟ خب این از این. حالا یه نکته میخوام بگم اینه که دوستان، من هیچ فایلی برای دانلود این فیلتر نمیذارم. اگر ممکنه ویدیو رو همین الان پاز بکنید، کیفیت ویدیو رو بیارید بالا از تنظیمات ویدیو که بتونید کامل این رو ببینید. من سعی میکنم تو ادیت رو زوم کنم روی محدوده و همین رو سعی کنید بنویسید خودتون. اگر میخواید فیلتر نویسی یاد بگیرید باید خودتون بنویسید تا رفته رفته ملکی ذهنتون بشه. پس لطفاً این رو پاز کنید و خودتون از روی این بنویسید. اوکی؟ یا چیزی که توضیح دادم به صورت فارسی بنویسید، بیاد توی راهنمای ساخت اونا رو دونه دونه اینجا کپی کن و مثل چیزی که الان توضیح دادم یه فیلتر رو برای خودت بساز. ضمن اینکه شما این خط آخر رو هم میتونی نادیده بگیری، یعنی همین سه تا هم کفایت میکنه. بعدا میتونی بیای و سهماتو دونه دونه بررسی بکنی. خب من الان این رو زدم، میام اینجا. ببین اینا سهماییه که به من داده، میبینی یه تعداد سهم من داده، اینا همشون الگوی تیک سعودی رو دارن. الان مثلا بیمه خاورمیانه توی بحث بیمه ها هست، میبینی اینجا الگوی تیک سعودی داشته. مثلا تو بحث گروه بندی ها هم بخوای نگاه کنیم، مثلا تو گروه دارویی ها بیشتر تعدادشون، میبینی تعداد دارویی ها اینجا خیلی بیشتره، یا مثلا غذایی ها خیلی بیشتره. من حالا قگل رو اگه بخوام نگاه کنم، بریم یه نگاه به نماد قگل بندازیم ببینیم چه شرایطی داره. خب ببین قگل رو نگاه کن، تو 24 مرداد رو 360 تومن باز شده. خب یعنی با یه گپ نسبت به روز قبلش. خب تا 362 رفته، تا 350 هم رفته پایین، یه تیک سعودی زده. خب 35 میلیون هم حجم خورده. توی روز بعدیش، روز در واقع 31 مرداد ماه، روی همون قیمت باز شده. میبینی رو همون قیمت باز شده. پس اینجا من دیگه الگوی تیک رو ندارم. میام روز بعدیش، یعنی الگوی تیک سعودی این روز من اینجا نقض شد دیگه، تمام. درست شد؟ سه تیک سعودی من ندارم. اینجا میام تو یک شهریور رو 374 تومن باز شده، تا 376 تومن رفته و کمترینش هم 361 تومنه. پس الگوی تیک سعودی اینجا برقراره، 48 میلیون هم حجم خورده. روز بعدش ببین اینجا رو 376 تومن بسته شده، روز بعدش اومده رو 379 تومن سهم من باز شده. پس با یه گپ قیمتی باز شده، تا 389 تومن بالا رفته و کمترینش هم 378 تومنه. یعنی یه الگوی تیک خوشگلی زده اینجا. میبینی قیمت اولی 379 تا 378 اومده پایین، بعد تا 389 رفته بالا، یعنی یه تیک خوشگل زده. روز بعدیش که اینجا رو 379 تومن بسته شده، روز بعدی باز با یه گپ قیمتی رو 389 بسته شده، با یک گپ قیمتی اومده رو 406 تومن باز شده. خب حالا نکته، اینجا رو 406 باز شده، تا 396 پایین رفته، اما بسته شدنش چند بوده؟ 406 بوده. منتها ریالش چنده؟ اینجا نگاه کن، 406 یعنی 4064 ریال، 4067 ریال. درست شد؟ میبینی بالاتره، ولی چی؟ به اندازه مثلا 3 ریال. 3 ریال بالاتره، 3 تومن نه، 3 ریال
بالاتره. پس به هر حال یه تیکی اینجا زده، یعنی شما حتی این رو هم باید در نظر داشته باشی. اما الگوش تقریبا الگوی سنجاقک رو اینجا تشکیل داده، یعنی یک دوجی سنجاقک رو میشه گفت که اینجا ما داشتیم. حالا نمودارش رو هم بخوایم ببینیم قگل رو، پس ما اینجا الگوی تیک سعودی رو توی این 3 روز داشتیم. حجم ها رو نگاه کنید، 48 میلیون، 34 میلیون، 98 میلیون. خب پس میبینیم ما حجم 90 تایی نزدیک به 100 میلیون حجم اصلا نداریم توی این نماد. میبینید فقط اینجا رو 28 تیر ماه بوده که 122 میلیون سهم حجم خورده. پس حجم خیلی خوبیه. پس این فیلتر رو هم رد میکنه. حالا بریم و نمودارش رو با هم ببینیم که آیا سهم مناسب هست برای خرید یا نه. خب این نماد قگل. خب ببینید دوستان، اینجا من یک خط روند دارم. خب میبینی اینجا من یک خط روند دارم. سهم من دقیقاً اومده قیمت بسته شدنش رفته بالای خط روند من. میبینی مگه اینو بزرگترش کنم کامل مشخص میشه که میبینی قیمت بسته شدن من رفته بالای خط مقاومتی من. و اینکه گپ های قیمتی توی این نمودار دیده میشه. پس الگوی تیک سعودی من تاییده اینجا. خب اما تیک هایی که زده شده تیک های خیلی جالبی نیست. میبینی تیک های خوبی نزده به غیر از این روز دوم که تیک خوبی زده، اما حجم خوبی خورده. میبینی به نسبت میانگین تو روز سوم یه دفعه حجم خوبی خورده. پس از نظر حجم ما اینجا پوان مثبت داریم، تیک سعودی پوان مثبت داریم. حالا بایستی بیایم موارد دیگر رو بررسی کنیم. خب من اول ایچیموکو رو باز میکنم. میخوام ببینم سهم من با توجه به ابرهای کومو و خطوط کومو چه شرایطی داره. سهم من بالای ابر کومو قرار داره دوستان، میبینید؟ پس این هم یک نکته مثبت، باید بالای ابر کومو باشه. نکته مثبت دیگه، گفتم من یک کراس مثبت تنکنسن کیجنسن باید داشته باشم، اما زمانی که شما دو تا خط تنکنسن و کیجنسن به این شکل به سمت بالا باشن، خب میبینی به سمت بالا باشن یعنی گارد سعودی گرفتن. و اگر تو بحث ایچیموکو خاطرتون باشه این میشه سگ شکاری و این شکارچی. خب ماجرای سگ شکاری، ماجرا که نه میگه داستان انگار، موضوع سگ شکاری و شکارچی رو تو ایچیموکو توضیح دادم، اگه ندیدید برید ببینید. گفتم اونجا که الان اینجا سگ شکاری داره به سمت قیمت حرکت میکنه، داره میره دنبال قیمت رو تو یه جا میگیره و میارتش به سمت شکارچی و زمانی که به اونجا میاد نقطه خروجتون میشه. درست شد؟ پس اینجا الان سگ شکاری من فاصله زیادی با قیمت داره، میبینی؟ پس باید حالا دنبال این قیمت بره. پس از نظر ایچیموکو هم من اینجا شرایط خوبی رو دارم، حجمم که خوب خورده. حالا بیام مثلا RSI رو هم باز کنم ببینم RSI هم در چه وضعیه. خب RSI من داره خط 70 رو به سمت بالا میشکنه. شکست خط 70 به سمت بالا خودش یک سیگنال خریده. قبلا تو RSI گفتم درسته که داره وارد محدوده اشباع خرید میشه، اما محدوده 70 رو بشکنه خودش یک به سمت بالا بشکنه خودش سیگنال خرید هست، کما اینکه هیچ گونه واگرایی هم درش دیده نمیشه. پس از RSI هم نکته مثبتیه، اما به نظر میاد که سهم من توی این الگوی تیک سعودی خیلی نمیتونه بره بالا و تقریبا میشه گفت رشدش کمه. چون RSIش دیگه داره رسیده به محدوده اشباع. حالا چیکار باید بکنم؟ حالا باید بیام حمایت مقاومت استاتیک و تاریخیش رو هم بررسی کنم، ببینم حمایت مقاومت استاتیکی داره سهم یا نه، و میبینم که داره. ببین سهم من نقاط حمایت مقاومت داره. بذارید همینجوری باشه، من فقط بیام عقب‌تر.
ببینید الان من محدوده ها رو با خط براتون میکشم. الان اینجا مثلا یه محدوده است، خب بعد عرض شود که اینجا باز یک محدوده است. خب اینجا هم داریم که دیگه کاری فعلا ندارم، محدودهایی که نزدیکتر هستند. خب بیام رو قیمت. خب میبینی قیمت من به اولین مقاومتش خیلی نزدیکه. الان رو 406 تومنه، اولین مقاومتش 450 تومنه. درست شد؟ نزدیک 45 تا تک تومن میتونه سود بکنه که این 45 تک تومن توی درصد سودی که بخواد ما بده، من فکر میکنم اولوشه 10% باشه. ببینیم این اگر ما اینجا سهمو بخریم بخوایم اینجا بفروشیم 12% که با کسر کارمزد تقریبا میشه گفت یه سود 10% به ما میده. پس ما اینجا یک سیگنال در واقع کوتاه مدت از سه تیک سعودیمون به دست آوردیم و عرض شود که به این شکل میتونیم سهممون رو بخریم. دیدید من همه چی رو تجزیه و تحلیل کردم. ضمن اینکه شما ریسک به ریوارد هم میتونید در نظر بگیرید. اگر من بخوام مثلا اینجا خرید بکنم، درست شد، محدوده فروشم یا حد ضررم رو باید بذارم همین محدوده حمایتی که اینجا وجود داشت و تا اینجا هم صبر کنم. خب درست شد. الان ریسک به ریوارد من میشه 2. درست شد. ریسک به ریوارد من 2. 2 ریسک به ریوارد تقریبا میشه گفت معقولیه، مناسبه و میشه با این شرایط سهم رو خریداری کرد. و اگر تحلیل من اشتباه در بیاد 5% من ضرر میکنم، اگر تحلیلم درست در بیاد 10% سود میکنم. درست شد دوستان. پس مفهوم تیک سعودی، فیلترهایی که باید ازش رد بشه و تابلوخوانی تلفیق در واقع یکی از الگوهای مهم تابلوخوانی با تکنیکال رو خدمتتون عرض کردم. حالا شما میتونی اینجا از ایچیموکو من استفاده کردم، RSI استفاده کردم، شما میتونی مکری رو هم بیاری، میتونی بالینگر بندز رو هم بیاری، میتونی از سایر اندیکاتورها هم استفاده کنی، حتی مووینگ اوریج ها رو هم بیاری. مثلا تو مووینگ اوریج ها اگر کراس مثبت اینجا داشته باشی خب خودش یک پوان مثبت هستش. مثلا من الان بخوام اجازه بدید من EMA رو باز کنم. خب 1 2 مثلا 2 تا EMA باز کنم. درست شد. یکیشو بذارم دوره مثلا کوتاه 5 روزه، خطشم پررنگ کنم که دیده بشه. یکیشم مثلا بذارم دوره 21 روزه به فرض، چون سیگنال هم یه سیگنال کوتاه مدتیه. خب کراسی اینجا من ندارم، میبینی هیچ کراسی من ندارم، اما سهم من زمانی که اولین تیک سعودی رو زده EMI 21 روزه نقش حمایتی براش بازی کرده. میبینی اومده به این مووینگ اوریج خورده و به سمت بالا رفته. ضمن این که هر دوتا مووینگ اوریج ها گارد سعودی گرفتن، میبینید سرشون به سمت بالاه و نشون میده که روند سهم روند سعودی در کوتاه مدت هست. پس میشه همینی که ما رسم کردیم و به احتمال زیاد تا همین جاها و حالا شاید حتی زودتر به سمت پایین حرکت بکنه که شما بایستی اگر نماد رو خریدی دائم رصدش بکنی و تو موقعیت مناسب، زمانی که سرانه فروش بالا رفت، زمانی که قدرت فروشنده ها بالا رفت، زمانی که الگوی تیک نزولی دیدی، بتونی از سهمت خارج بشی. این پس شد راجب مبحث الگوی تیک سعودی. نکته خیلی مهمی که میخوام بگم دوستان، ببین شما ممکنه این فیلتر رو اجرا بکنی. خب یه بار دیگه هم میگم این فیلتر رو خودت بنویس، من این فایل رو برات نمیذارم، باید فیلتر رو بنویسی تا یاد بگیری فیلتر نویسی رو. فیلم رو پاس کن و این فیلتر رو بنویس خودت. ببینید شما ممکنه توی یک همچین فیلتری این همه سهم معرفی کرده ولی ممکنه یه روز، 2 روز، 3 روز هیچ سهمی مناسب برای خرید پیدا نکنه. یعنی سهمی نباشه که هم الگو تیک سعودیاش اوکی باشه، حجم خورده باشه، از نظر
RSI خوب باشه، ایچیموکو خوب باشه، نمیدونم حمایت مقاومتاش خوب باشه، سهم در شرایط خوبی قرار گرفته باشه و بشه خریدش. ممکنه چند روز شما سهمی پیدا نکنی، ولی زمانی که یه سهم خوب پیدا بکنی، زمانی که یه سهم خوب برای خرید پیدا بکنی، مطمئنا تا 30%، 40%، 25% بهت سود میده. درست شد؟ الگوی تیک سعودی هم عرض کردم برای کوتاه مدتی ها و میان مدتی هاست و حتما هم لزومی نداره شما هر روز با این فیلتر سهم پیدا بکنی. خیر، ممکن چند روز پیدا نکنی و یه دفعه یه سهمی رو پیدا بکنی که توی فیلتر که در واقع سهم مناسبیه و از تمام این سیگنال ها و فیلترها عبور میکنه و همشون تیک میخوره، مثبتند و میتونی وارد سهمت بشی. پس این نکته رو هم مد نظرتون داشته باشید و نگید که آقا ما اینو اجرا میکنیم ولی هیچ کدوم به دردمون نمیخوره. یه سوال دیگه هم که مثلا بعضیا میپرسن، مثلا میگن که آقا این که مثلا الان صفحه خریده، من دیگه چیکارش بکنم؟ خب ببین دوست من، الان نگاه کن، مثلا همین بیمه خاورمیانه رو بذار من یه بار دیگه باز بکنم. خب این بیمه خاورمیانه، خب بریم تو سابقه هاش. خب یه چیزی بهت بگم، ببین تو روز دوم، ببین الان ما میگیم روز اول تیکو زده، روز دوم تیکو زده میخوای بخری. خب بعد میگی که این صفحه فروش شده، میبینی خب صفحه فروش هم شده، قیمت آخر معاملش مثبت 5. خب حالا بیا اینجا نگاه کن، من الان میام روی ساعت 9 صبح، ببین الان ساعت 9 و 3 دقیقه صبح، صفحه خریده آیا؟ نه، یه تعداد دارن میفروشن، یه تعداد دارن میخرن. پس شرایط برای خرید سهم فراهمه و شما میتونی سهمت رو بخری. سهمی که تیک سعودی میخره، تیک سعودی میخوره، عذرخواهی میکنم چقدر سوتی دادم، تیک سعودی میخوره یعنی چی؟ یعنی نوسان داشته که تیک سعودی خورده و از همون ابتدای بازار که صفحه خرید نبوده، که توی قیمتی باز شده، بعد اومده پایین، بعد رفته بالا، بعد اومده یه جا بسته شده. پس فرصت برای خرید بهت داده. اگر فقط صفحه خرید باشه که دیگه اصلا اون شرایط تیک سعودی نقض میشه و دیگه نمیشه گفت الگوی تیک سعودی من دارم، چون صفحه خریده دیگه مطلقا تو یه قیمتی مونده، نه خریدار داشته نه فروشنده داشته، اولین قیمت، آخرین قیمت، قیمت پایانی، نه همش تو یکیه. درست شد؟ پس وقتی الگوی تیک سعودی هست، شما پس موقعیت خرید داری. الان ببین 9 صبح موقعیت خرید داشتی، من هرچی میام به تایم پایانی ببینم 12 و 29 دقیقه سهم، ببین این در خریدارا رو نگاه کن، فروشنده فقط 2 تا دونه موند، اونم چون قیمتایی که پیشنهاد دادن، ببین روی یکی رو 606 تومن، یکی 634 تومن. علت این که اینها این پیشنهاد رو دادن با این حجمایی هم که اینجا هستش، همون مبحث خالی کردن سهمه، یعنی سهمو دارن خالی میکنن. این طرف فروشنده قیمت بالا میذاره که تو بیا این طرف با قیمت بالا بخری و بگی که این سهم قطعا میخواد رشد کنه که یارو داره اینجا میفروشه، یا مثلا روی این قیمت ها پس خریدار داره که این داره این قیمت رو میذاره، ولی بعد نمودارش رو بررسی نمیکنی. چون اگر نمودارش رو بررسی میکردی میدیدی که سهم به یه مقاومت رسیده بوده و داخل ابر کما بود، دیدیم با هم نگاه کردیم نمودارش رو و داشتن سهمو خالی میکردن. پس تمام این نکات رو در نظر بگیرید، ضمن این که اگر بخواید بدونید که حقیقی حقوقیش و ایناش هم باید ببینید یا نه، قطعا سهمی که تیک سعودی داره قدرت خریدار عموما بالاتری هم داره، ولی باز میتونید خودتون بررسی کنید. اگر سرانه خریدار نسبت به فروشنده بالا باشه خیلی بهتره، خیلی قدرت خریدار فروشنده اهمیت نداره، سرانه خیلی مهمتره، ولی در لول بعد از سرانه قدرت خریدار به فروشنده مهمه که اگر اون هم مثبت باشه خودش باز یک فیلتر دیگه ایه. و عرض کردم سهامدار عمده رو هم بررسی بکنید و ببینید که سهامدار عمده توی اون روز سهم خریده یا نه. معمولا سهامدار عمده میان توی اون روزهایی که میخواد سهم رشد کنه، معمولا سهمو خیلی نم نم میخرند که و کسی هم متوجه نمیشه و رفته رفته سهم به سمت بالا حرکت میکنه که این هم یه فیلتر دیگه است که میتونی سهمو ازش بگذرونی. پس میبینی من چند تا مورد رو اینجا گفتم تا شما از خرید یک سهم مطمئن بشی و با اطمینان کامل از یک الگوی مهم تابلوخوانی یه فیلتر بنویسی، از اون فیلتر یه تعداد سهم پیدا کنی، از اون تعداد سهم بیای
تلفیق کنی با موارد دیگه و یک سیگنال خوب بکشی بیرون و اون رو بخری. خب دوستان دیگه تایم این ویدیو هم خیلی طولانی داره میشه، صحبت رو کوتاه میکنم. امیدوارم از ویدیو راضی بوده باشید. کل مطلبی که میخواستم بگم رو تونستم رسیدم که بگم راجع به الگوی تیک سعودی، الگوی ستیک سعودی بهتر اینجوری بگم. راجبش بیشتر کار بکنید، فیلتر رو خودتون بنویسید و سهم‌ها رو بررسی بکنید، تلفیق بکنید و ببینید که چه جور نمادهایی پیدا میکنید. ممکنه چند روز نماد پیدا نکنید ولی تو یه روز یه دفعه سهم خوب رو شکار بکنید و بتونید اون سهم رو خریداری بکنید. دوستان فراموش نکنید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال بکنید، لایک، کامنت و اشتراک گذاری یادتون نره. لطفاً ویدیو رو به پلیلیست خودتون هم اضافه بکنید، یعنی ویدیو رو سیو کنید و دیگه صحبتی باقی نمیمونه. امیدوارم که اگر هم سوال داشتید سوالاتتون رو بپرسید. اگه سوالات خوبی باشه، تعدادش زیاد باشه و موضوعی باشه که من نگفتم، حتما ازش یک ویدیو میسازم یا مثل همین ویدیو در ابتدا راجبش توضیح خواهم داد. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همتون، موفق باشید.